این ویدیو قراره چیزهایی بشنوید که باورتون نمیشه. پشت پرده تاریک رابطه عاطفی هانده ارچل افشا شد. این خبر رو امروز با جزئیات کامل تقدیم شما میکنیم. با سلبی سفدا برای شنیدن اخبار ویژه سلبریتی های ترکیه همراه باشید. این یه خبر جنجالیه که حسابی قراره سر صدا بکنه. حتما تا اینجا همراه باشید. در پی جریانات مربوط به آیشه بارون و به سبب اون پای بازیگرانی مثل هانده ارچل، سرنای سارکایا، بیرجا کالای و چند نفر دیگه که گیره، هر روز یه جزئیات دیگه داره به این اخبار اضافه میشه. تو دنیای سلبریتی ها وقتی یه سلبریتی مرتکب خطایی بشه دیگه متاسفانه در رفتنش کار حضرت فیله، چون مطبوعات و رسانه ها میان بقیه کارهای اون یه نفر رو زیر ذره بین میذارن. البته گاهی وقتا حقیقته و گاهی وقتا صرفا سیاه نمایی و دروغ. خاطرتون هست که سرنای سارکایا با همکاری مدیر برنامه‌هاش یعنی آیشه بارون گویا چند وقت به صورت تبلیغاتی و به عبارت ساده‌تر به دروغ با دوست پسرش مرد رابطه عاطفی داشته و در اصل رابطه‌ای در کار نبوده و یه جور قرارداد کاری واسه مبالغ هنگفت بوده. حتی علاوه بر آیشه، سرنای هم برای ارائه توضیحات به دادگاه احضار شد. بماند که فعلا حقیقت به صورت کامل روشن نشده، ولی همین داستان موجب شد رسانه ها روی رابطه عاطفی بقیه بازیگران بیشتر زوم بکنن، خصوصا بازیگرایی که تحت حمایت آژانس آیشه بارون کار میکنن و این شد که انگشت اتهامات الان به سمت هانده گرفته شده. البته دوستان لطفاً توجه بکنید این مطالب اظهارات تیم سلبی سفدا نیست. ما صرفاً مطالب رو با شما به اشتراک میذاریم و هیچ ادعایی در مورد درست یا کذب بودن اخبار نداریم. خب ادامه میدیم. حالا دلایل جالب رسانه‌های ترکیه برای این قضیه چیه؟ مطبوعاتچی‌ها اومدن تاریخ یک سری از عکسای قدیمی رو بررسی کردن و متوجه شدن که کیک تولد هانده در سال 2022 توسط کرم بورسین یعنی پارتنر قبلیش خریداری شده. پس این نشون میده که اونها در سال روز تولد هانده یعنی 24 نوامبر 2022 همچنان با هم تو رابطه بودن و ماجرا جایی عجیب میشه که هانده از بعد اون هر سال 1 دسامبر رو به عنوان سالگرد آشناییش با هاکان جشن میگیره. یعنی باید بگیم 6 روز بعد از قطع ارتباطش با کرم وارد رابطه با هاکان میشه. خب چنین برداشتی درست نیست، ولی با این حال هنوز هم چیز عجیبی تو این ماجرا وجود داره که نمیشه منکرش شد. البته دلایل رسانه ها صرفا به همین منتهی نمیشه. یکی از زوایای پنهان این قضیه گذشته هاکان سابانجی هست. گفته شده هاکان علاوه بر این که پسر بسیار خوشگذرونی بوده و هیچ وقت تمایل نداشته توی رابطه متعهدانه باشه، بلکه قبل از هانده یه رابطه فوق جنجالی با هنرمندی به اسم آیگون آیدن داشته. آیگون گویا از طریق شرکت تو برنامه مد و فشن اشته بینیم ستیلی معروف شده بود. از قرار معلوم آیگون و هاکان رابطه پرشوری با هم داشتن، ولی به دلیل حساسیت‌های معروف خاندان سابانجی به جای خوبی ختم نشد. البته شاید به یه علت دیگه. آیگون هیچ وقت نتونست از هاکان دست بکشه و بعد از شروع رابطه هانده و هاکان پست‌های متعددی در صفحش منتشر کرد، حاکی از اینکه هاکان هنوز هم منو دوست داره و به همین خاطره که هانده سعی میکنه از من تقلید بکنه و استایل‌های قدیمی من رو کپی میکنه. آیگون حتی به همین بسنده نکرد و توی استوری تقریبا توهین‌آمیز عکسی از هانده استوری کرد و نوشت که تو یه کپی بی‌ارزش و شیطانی از من هستی که به هر نحوی میخوای منو تقلید بکنی. آیگون پارو فراتر گذاشت و عکس سونوگرافی خودش رو منتشر کرد و گفت من از هاکان باردار بودم. در نتیجه این اتفاقات و جنجال‌ها آبروی خاندان سابانجی به خاطر بدنامی‌های پسرشون هاکان در خطر افتاد و به تعبیر رسانه‌ها نتیجه این شد که اونا تصمیم گرفتن با همکاری آیشه بارون یه رابطه ساختگی و تبلیغاتی رو ترتیب بدن و هاکان رو وارد ارتباط با هانده کردن. به این ترتیب هم اسم هاکان از بدنامی قبلیش پاک می‌شد، هم هانده مشهورتر. جالبه که بدونید زبان بدن این دو نفر بسیار بسیار مورد توجه رسانه هاست و هر بار که این دو کنار هم هستن زبان بدن هاکان به عدم تمایلش نسبت به هانده ارچل تفسیر میشه. مثل همین ویدیو که نشون میده با اینکه هانده گویا پیشنهاد میکنه که هاکان دستش رو بگیره ولی هاکان بهش بی توجهی میکنه.
و اینکه تقریبا یه جورایی برای همه محرز شده که هانده و هاکان خصوصا اوایل رابطهشون به صورت عمد حضورشون رو از قبل تو فضاهای خاصی مثل فرودگاه یا تعطیلاتی که با هم رفتن به اطلاع مطبوعات میرسوندن تا مدام عکس و فیلم ازشون منتشر بشه بلکه خبرساز بشن. و البته گفته میشه که با دستگیری عایشه بارم که مغز متفکر این داستان هاست و البته علت اصلی دستگیریش رو تو ویدیوی قبل بهتون گفتیم، هاکان سابانجی اوضاع رو نامناسب تشخیص داده و ترجیح میده که فعلا تو انظار عمومی نباشه و علت این که تو جشنواره ریاض و حتی گالای فیلم جدید هانده در روسیه همراه هانده نبود به همین علته. گرچه هانده هر بار تو پاسخ به سوال خبرنگاران که چرا هاکان تو رو تو این سفر همراهی نکرده میگه که هاکان توی سفر کاری و تجاری هست. البته بازار شایعات مثل همیشه داغه و خیلی ها معتقدن با اینکه این رابطه صرفاً یک قرارداد کاری هست و شعافی بیش نیست، ولی گویا هانده برخلاف اصول این قرارداد واقعاً به هاکان علاقه‌مند شده و از همین رو میخواد وارد خانواده سابانجی بشه و قضیه رو رسمیش بکنه. ولی خب هاکان همچنان بی‌علاقه به نظر میاد. از طرفی خانواده هاکان هم طبق اخبار تمایل چندانی به پذیرش هانده به عنوان عروسشون ندارن. خب به انتهای این ویدیو رسیدیم. البته که اخبار همچنان در ترکیه جنجالیه. خیلی متشکرم که همراهمون هستید و البته نظراتتون رو برامون می‌نویسید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Spor ve sağlık tesisi yapmak istiyor. Ne gerekiyorsa yapalım, hemen başlayalım. Başlayalım başlamasına ama ikna etmemiz gereken bir kişi daha. Arkadaşlar sakin. Çok kısa 2 kelime alabilir miyiz sizden? Arkadaşlar her şey yolunda. Bir problem yok çok şükür. Bu hakkımızda çıkan yalan, iftira gerçekten Arda. Yasemin Hanım.